درود دوستان، امروز 21/1403. دوستان این بچه رو چند روز پیش ما تو کلینیک دکتر حاجیلو توسط دکتر هیرسایی عقیمش کردیم. این بچه سیاه و یکی دیگه از سگای ماده و خرسی، 4 تا بچه رو ما عقیم کردیم. بچه ها حالشون خوب بود، فقط سر بودن بچه ها یه خورده سر بودن که جای بخیهشون یه خورده ورم کرده بود. بعد تا اینکه این بچه جای بخیهش پاره شده بود. که پاره شده بود، بعد خونریزی شدیدی داشت. من امروز به دکتر هیرسایی زنگ زدم، گفتم دکتر میخوام بچه رو بیارم کلینیک. بعد گفتن ما تعطیلیم، نیستیم. منم دیدم کاری نمیشه کرد، قرار بود با یکی از این آژانس‌های اسدآباد برم. بعد دیگه چاره ای نداشتیم تا اینکه خودم رفتم نخ بخیه، باند و وسایل مورد نیاز، یعنی البته قبلش از دکتر پرسیدم. بعد سوزن بخیه همه چی استریل شده، از دکتر گرفتم، دستورشو گرفتم با این سوزن کوچولو. با این سوزن من 2 تا بچه ها رو از مرگ نجات دادم. بچه ها رو بخیه زدم چون شکمشون وا شده بود. من اگه صبر میکردم تا شنبه 2 تاشون میمردن. سرم براشون زدم، از دکتر پرسیدم که چی کارایی باید انجام بدم و دکترم بهم گفتن و منم کاراشو انجام دادم. الانم اینم جای بخیه این بچه، اون که شکمشو کاملا بستم دیگه، چون دکتر گفتم ببندینش. الان اینم جای بخیه‌ای که واسه بچه اون خون بودا، جای بخیه‌ای که واسه بچه زدیم و کاملا خوب شده. اینم یه الان بخیه‌هایی که زدم. اون سیاهی هم مال خونیه که مونده بود زیرش. من بچه رو شکمشو بخیه زدم چون که چاره ای نداشتیم. اگه اینجوری میمرد، چون تا شنبه این بچه تلف میشد. منم از دکتر پرسیدم که چه کارایی، به دکتر زنگ زدم گفتم بیارم تو خیابون لااقل ببینشون. بعد گفت تو خیابون نمیشه که، برو نخ بخیه بگیر، وسایل بگیر، اگه میتونی شکمشو بخیه کن. چون من قبلا تو کلینیک دیده بودم توی اتاق عمل بالای سر دکتر. و اینکه من کارای هلال احمر رو خودم قبلا تو هلال احمر کار میکردم و کارای هلال احمر رو بلدم، به خاطر همین بخیه انسانی هم زدم، بلد بودم که چه کارایی باید انجام بدم. الان با این سوزن بخیه کلن شکمشو بخیه کردم، هم این بچه هم اون یکی بچه، و با باند و گاز استریل و اینا هم براش پیچیدم، کلن بستمش. دیگه بهتر از این بود که بچه بمیره از خونریزی. سرمم واسش طبق دستور دکتر سرم رینگر گرفتم، داروی ویتامین ریختم توش، ویتامین B1 B6، ویتامین C ریختم داخلش و سپازولینم ریختم داخل سرمه
کلن کاراشو انجام دادم. الان خدا رو شکر خیلی هم حالش خوبه، فشارش هم اومد بالا، جای هیچ نوع نگرانی نیست. و بعضی موقع اینجور کارهایی لازمه که آدم انجام بده، بهتر از اینه که بچه بمیره.